برای تمام دوستانی که دسترسی راحت به آرایشگاه ندارن طرز کوتاه کردن موی لایر رو توضیح بدم. لایر یا همون به اصطلاح پله پله در واقع ساده ترین روش کوتاهی مویه. اولین کاری که میکنیم با توجه به سلیقه مشتری بلندی مو رو از پشت، چون بلندترین قسمت مو قسمت پشت مو هست، اول تعیین کنیم. مشتری بستگی به سلیقه‌اش تا چه اندازه میخواد موش بلند باشه. وقتی این قسمت رو تعیین کردیم، حالا ما میتونیم اینجا باز دوباره با توجه به سلیقه مشتری پشت مو رو یا به صورت وی یا به صورت یو و یا به صورت کاملا صاف کوتاه کنیم. بعد از اینکه پشت مو رو کوتاه کردیم، میایم قسمت چتری مو در واقع سمت چپ و سمت راست مشتری رو علامت میزنیم. یک قسمت از سمت چپ، یک قسمت از سمت راست رو با هم جلو میاریم با توجه به سلیقه مشتری که میخواد چتریش از چه قسمتی شروع بشه اینو کوتاه میکنیم. حالا ما دو تا راهنما داریم. راهنمای سمت چپ که از اینجا باید کاملا هدایت بشه به سمت بلندترین قسمت مو. کاملا اینو کوتاه میکنید. از سمت دیگه مشتری هم به همین صورت از راهنمایی که داریم مو رو هدایت میکنیم به سمت بلندترین قسمت مو. حالا پیرامون موهای ما در واقع آماده است. ما یک بیس به کوتاهیمون دادیم. حالا میخوایم مومون رو در واقع لایر یا پله پله کنیم. اینجا باید در نظر بگیریم که فرق سر به صورت یک توپ یا یک مرکز زمین یا هندوانه که اینا باید به شکل‌های شایی کوتاه بشه. از با توجه به سلیقه مشتری دوباره میخوایم ببینیم لایر ما چقدر میتونه موهاشون رو خورد کنیم. ازشون سوال میکنیم. بعضیا دوست دارن موهاشون کاملا خورد بشه. وقتی دوست دارن کاملا خورد بشه، مو رو به صورت 180 درجه تا قسمت بالای بالا میبریم و کوتاه میکنیم. به صورت شایی یک قسمت از راهنمای قبلی با قسمت بعدی میگیریم. دوباره اضافه مو رو کوتاه میکنیم. همینجوری که میمونیم بلندی مو کامل میمونه و قسمت بالا خورد میشه و میریزه روی قسمت پایین. تمام این کار رو دور تا دور موی مشتری ادامه میدیم به صورت زاویه 180 درجه که مو کاملا بلند میشه رو سر مشتری. این کار اگه با تقسیم گیری صورت بگیره قاعدتاً راحت تر هست، ولی من خواستم کاملا ساده توضیح بدم که همیشه یک قسمت از قسمت خورد شده کوتاه شده راهنما میشه برای قسمت بعدیمون. با هم دیگه میگیریم با توجه به چرخش شاه‌های مو ما هم باید بچرخیم که کاملا زاویه دستمون با زاویه سر یکی باشه. اگر میخوایم
میخوایم که مو به صورت زیباتری کوتاه بشه باید به این صورت قیچی رو خورد کنیم که مو زیباتر روی هم قرار بگیره. برای یک کنترل کلی تمام موها رو میگیریم از پشت همه مو رو به پشت جمع میکنیم. زاویه دستمون یکم به سمت بالا میگیریم. هر چقدر که اضافه بود این کنترل نهاییه. به جای استفاده از قیچی های دندونه دار اگر مو رو به این صورت کوتاه بکنیم هم زیباتر میشه هم قشنگتر روی هم قرار میگیره. استوب. موهای مشتری البته مشتری خوش همینطوری که میبینید کوتاهی لایر ما به این شکل آماده است. بلندی مو و این قسمت کوتاه مو، این هم قسمت جلوی مو. البته خوب سشوار نکردیم. در هر صورت این یه موی طبیعی نیست. روی موی طبیعی قطعا بهتر در عمل میاد. ازتون متشکرم. کانال ما، کانال فیلمز ایتالیا رو